گریه یک مورچه را بشنوید که این نبی الله صداشو فهمید و شنید. مورچه میگوید که علما برامون فرش کردن، مواظبیم که این گوشه شلوارمون رو خاک ننشینه. اگر این گوشه فرش کمی جا به جا شد، تو نماز استسقا آمدیم دستمون به شلوارمون که خاکی نشیم. اگر شانه سرمون که خراب شد دوباره ما بندی از امتی از امتان تو، بندی از بندگان تو، خلقی از خلق تو. خدایا ما بی نیاز از روزی تو نیستیم، روزی به ما بده، آب به ما بده. حضرت سلیمان رو کرد به قوم، گفت بر بگردید که خدا به شما باران میده، اما با دعای غیر شما. به دعای غیر شما، به دعای یک مورچی. در روایات وارد شده که خداوند فرموده که اگر بندی من دستشو بلند کرد 3 بار گفت یا الله، همه با هم بگیم عزیزان، یا الله یا الله یا الله. انا خلق من خلقک، دعای مورچه. ما بندگانی از بندگانت هستیم یا الله. ما بی نیاز از رزق تو نیستیم یا الله. ما بی نیاز از رحمت تو نیستیم یا الله. خدایا ما را به خودمون وامگذار یا الله. خدایا بارانی بر دلهای ما نازل بکن که درون ما رونق بگیرد. خدایا به داد دلهای ما برس که دلهای ما مرده، نه زمینها. درون ما خشکیده یا الله. خدایا بارانی بر دلها و افکار ما بریز و به داد دلها نیتهای ما، به داد افکار ما را تصویب فرما. ما در ابتدای سال جدید 1432 هجری هستیم. امروز روز 2 و 3 سال هجری، سال 32. اللهم یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا، دعای بابا آدم و ما و حوا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خدایا محتاج رحمتت هستیم. بعد از اینکه درون ما را شستید، پروردگارا، بعد از اینکه درون ما را شستید، پروردگارا، بعد از اینکه درون ما را شستید، باران رحمت مادی خودت را بر ما ببار. چون همه جا خوش شده، آبها عمیق شدند، چراگاه ها کم شدند، بندگان تو نگرانند. خدایا اینایی که میبینید 90%شون 2-3 روزی که روزه هستند، امروز با دهان روزه آمدن. خدایا صندوقی برای بیماران تالاسمی و سرطانی و کلیوی گذاشتند. خدایا عجله‌ای برای رفتن ندارند. خدایا اگر تو اونها را بیامرزی و استغفار و توبهشون رو قبول بکنید،
مشکل باران ندارن، مشکل این که دلشون خشکیده شده، توکل و ایمانشون و یقینشون و عقیدشون ضعیف شده و اخلاصشون خدشه‌دار شده و مسیر قلبشون منحرف شده. خدایا به این جمع نیازمند رحم بفرما. از خانه هاشون به این بیابان آمدن. تو خودت گفتی اگر بنده من دستشو بلند کرد 3 بار گفت یا الله یا الله یا الله، تو خودت گفتی که من شرمم میاد که دست بندم و خالی بر بگردونم. خودت گفتی ادعونی استجب لکم. خدایا ما نیازمند و درمانده و بیچاره و فقیر هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه شما فقیر به درگاه خدا هستید.